کالکوپریت CuFeS2 مهمترین کانه بخش ارزشمند کانسنگ فلز مس. کانه غیر سیلیکاتی سولفیدی فاقد بنیان سیلیکاتی کالکوپریت همراه با کانی‌های باطل مختلفی مانند کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی‌های روسی، پیریت، FeS2 کانسنگ فلز مس را تشکیل می‌دهند. کانی کوارتز کانی سیلیکاتی اکسید سیلیسیوم دارای بنیان سیلیکاتی کوارتز به فرمول شیمی SiO2. راجع به کانی کالکوپریت بر اساس ترکیب شیمیایی در گروه غیر سیلیکات‌های سولفیدی جای می‌گیرد. در برخی موارد بخش غیر اقتصادی یا باطل یک کانسنگ به عنوان شن ماسه در زیرسازی جاده استفاده می‌شود. سنگ معدن یا کانسنگ از دو بخش کانه، بخش ارزشمند اقتصادی قابل توجه کانسنگ و باطل موادی که ارزش اقتصادی قابل توجهی ندارند. بخش غیر اقتصادی غیر ارزشمند کانسنگ تشکیل شده. تست: کدام مورد درباره CuFeS2 درست است؟ به عنوان شن ماسه کالکوسیدی در زیرسازی جاده استفاده می شود. در برخی موارد بخش غیر اقتصادی یا باطل کانسنگ به عنوان شن ماسه در زیرسازی جاده استفاده می شود. کالکوسیتی Cu2S فرمول کالکوزید مهمترین کانی آهندار. مهمترین کانه بخش ارزشمند کانسنگ فلز مس. منتفی یکی از کانسنگ های فلز مس است. کانه است نه کانسنگ. خودش کانه یه دونه کانسنگه. در برخی موارد با نفوذ در لایه‌های گچی و نمکی سنگ‌های تبخیری باعث مشکلاتی در کیفیت آب داخل معادن مس شده است. لایه‌های گچی و نمکی بعضی اوقات باعث مشکلات در کیفیت آب داخل مخازن سدا میشن. اینم منتفی. همراه با پیریت و کوارتز کانسنگ فلز مس را تشکیل میدن. پیریت، کوارتز، کانسنگ فلز مس با کانی‌های باطل مختلفی مانند کوارتز، فلدسپار، میکا، کانی‌های روسی، پیریت، کوارتز کانسنگ فلز مس را تشکیل میدن. گزینه دی.